سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به سایسای خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه در مورد باز هم زوجها صحبت بکنیم که چه عواملی میتونه تاثیرگذار باشه روی اینکه زندگی زناشویی شادتر، بهتر و پایدارتری رو زوجها بتونن تجربه بکنن. توی این مقاله اومدن 230 تا زوج رو وقتی که با هم دیگه ازدواج کردن زیر نظر گرفتن به مدت 2 سال و بعد از 2 سال به در واقع نتایجی که رسیدن محققین نتیجه جالبی هستش. اونها به این نتیجه رسیدن که وقتی که زوجها قبل از ازدواجشون با هم دیگه در مورد مسائل مالی به توافق میرسن، خیلی میتونه روی تحکیم در واقع اون رابطه تأثیر مثبت بذاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثلا زوجها به این توافق رسیدن که پولهاشون و هر چیزی که دارن، اگر جفتشون شاغلن، هر چیزی که در میارن رو بیارن وسط و یک در واقع برنامه شسته رفته رو برای خودشون تدوین کرده باشن و اینکه حالا یه بخشیش رو بیارن مثلا یه بخشیش رو هر کدوم برای خودشون پس انداز کنن، ولی خب به هر حال یک چیزی باشه که صادقانه و رو راست با همدیگه کار بکنن و هر چیزی که درآمدشون هستش رو با همدیگه برنامه ریزی بکنن در موردش، زندگی شادتر و پایدارتری داره. یعنی چی؟ یعنی که توی مسائل مختلف مالی اونها دیگه در واقع خیلی از تکانش‌ها، خیلی از مشکلات رو نخواهند داشت و یکی از چیزهایی که میتونه به شما کمک بکنه که ببینید که چقدر در واقع پارتنری که انتخاب میکنید براتون پارتنر مناسبی هستش، مسائل مالیه. بدون تعارف دارم این حرف عرض میکنم که خیلی از در واقع آدم‌ها عاشق همدیگه میشن ولی خب از لحاظ مالی و همدیگه جور در نمیاد. حتی طرز تفکرشون با همدیگه متفاوت از لحاظ مالی. یکی مثلا میگه که خانم باید کار بکنه و مثلا پولش رو همه رو بیاره توی در واقع رابطه، یکی میگه نه خانم کار میکنه برای خودش باید پولش رو نگه داره و وظیفه آقاست و به هر حال اختلاف نظرهایی که وجود داره و میگه که حتما این مقاله توصیه میکنه که قبل از ازدواج با همدیگه در مورد مسائل مالی به توافق برسید و اینکه بدونید که چه کسی به چه صورت قرار در زمینه مالی توی اون زندگی نقش داشته باشه و وقتی که نقش ها درست سر جای همدیگه چیده شده باشن و وظایف به صورت در واقع مشخصی صورت گرفته باشه، اون موقع شما میتونید یک رودمپ، یک مسیر درستی رو برای رابطتون از لحاظ مالی در واقع تعیین بکنید و وقتی که شما از لحاظ مالی وضعیتتون رو، مسیرتون رو مشخص بکنید، احتمالاً موفقیت هایی که به دست میارید هم قابل پیش بینی هستش، چرا که هدف گذاری های درستی رو نسبت به در واقع مسائل آینده زندگیتون خواهید داشت که بخواید مثلا در سالهای آینده بتونید خونه بخرید یا مسائل مختلف ماشین بخرید یا هر چیز دیگه‌ای که به هر حال زوجها براشون دغدغه هستش و فکر میکنن که هر روز میتونن خودشون رو و شرایطشون رو بهبود ببخشن. پس این مقاله به ما میگه که یکی از چیزهایی که خیلی میتونه به شما کمک بکنه این هستش که شما در مورد مسائل مالی صادقانه و با برنامه عمل بکنید و کنار همدیگه میتونید زندگی شادتر و پایدارتری رو تجربه بکنید. همونطور که توی این مطالعه نشون داده شده بود و 230 تا زوج رو در واقع بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که یکی از چیزهایی که میتونه به شما خیلی کمک بکنه که رابطه پایدار و شادی رو داشته باشید مسائل مالی هستش. امیدوارم که این مقاله به دردتون خورده باشه و از ارائه بنده راضی بوده باشید. من حسین زارعی، دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، با یک مقاله بین‌المللی دیگه در خدمت شما عزیزان بودم. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. مرسی از توجهتون. خدا نگهدار.